آدم پرتقال بخرم میگن موزم باید بخری، به چه علت؟ شاید نخوام موز مصرف کنم. در ازای هر 1 کیلو پرتقال باید 1 کیلو موز بخرم. مال شماست اینجا؟ تشریف بیارید. بله. این خانم شاکی هستن که میگن که هر پرتقالی که بخوام بخرم موز با ما دادن به مطابق نقره میپیچید. نه چرا بخوام پرتقال بخرم موزم مجبور هستن که بخرم. 2 کیلو 1 کیلو واسه بهشو بفروشن. علتش اینه به من دادن منم بدم. کی داده؟ هم شرکت. کدوم شرکت؟ چه میدونم کدوم شرکت میاد اینجا میفروشه میارن پولشو میگیرن. نقدی خانم میارن اینجا با ماشین میارن پولشو میگیرن و میرن. خب شاید یکی موز نخوام مصرف کنه. خب اینی که به ما دادن خانم. این دلیل نشه. اگه من آمدم گوشت بخرم حتما با تخم مرغ بخرم. برای ایام عیدم برای خرید میوه باز با همین مشکلات با همین مشکل روبرو شدیم و نخریدیم. من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم. خب شما تا کی میخواین این کار رو ادامه بدین؟ والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم. ولی این نمیتونه ادامه پیدا کنه. شما در ایام عید برای پذیرایی از مهموناتون میوه ابدا هیچ. خب بی خود گرفتن. شما دوستاتون هم تشویق میکنید؟ همه مردم حتی خونه‌شون که رفتم اگر بوده نخوردم. خانم وضع قیمتا چطوره؟ راضی کننده هست؟ زیاده. چه گرونه؟ بعضی چیزا خیلی. نسبت به کی گرونه و چه چیزایی گرونه؟ نسبت به پیش از عید خوبه. بیشتر چه میوه‌هایی گرون هست؟ ببخشید. پرتقال هنوز که 14 تومن، نارنگی 20 تومن. شما بازار تحریم کردین میوه‌های گرونو یا می‌خرین؟ دیگه الان می‌خرین الان. با این گرونی که الان واقعا ایجاد شده، گوشت کیلو 22 تومن کار همه کسی نیست، مگه اشخاصای مخصوصی بتونن گوشت بخورن. اگه نه اشخاصای کارگر، تیپ کارگر، مخصوصا یک کارگری که 12 تا یا 10 تومن حقوقش هستش، میخواد 10 سر عائله است، میخواد کرایه خانه بده، میخواد نونشون تهیه بکنه. آخه گوشت شما توجه نکردین، قلوه‌گاو و سرسونه که به درد اون کارگر میخوره 6 تومن 5 داره. 6 تومن که اونم که نیستش که گیرشون بیاد، که اونم که اشخاصای مخصوص میارن، اونم که قلوه‌گاو و سرسینی میارن برای چلو کبابیا، برای اونا نیستش که. مگه میشه؟ مگه امکان داره مردم گوشت نخورن؟ گوشت که نخورن، پرتقال نارنگی که کیلو 6 تومن بخورن، چی بخورن آخه؟ ماهی بخورن که گیر نمیاد. مثلا میگن آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، پس الان نونم که نه، بس هوا بخورن. گذشته مراجعه کردم اینجا، گفتن آقا گوشت کیلو 18 تومن. گفتن آقا مگه گوشت کیلو 18 تومن باشه نمیخرن به طور کلی. حالا امروز روزنامه نوشته گوشت به نرخ سابق برگشته، حالا ما گوشت بخریم.